درود رفقا، امیدوارم که حالتون خوب باشه و سلامت باشید. بعضی از رفقا پیام دادن گفتن که یک کلیپ هم از غروبای خارج بگیر ببینیم غروباش چه شکلی است. لبلبی کارونم داره. گفتم نخره اینجا پل فلزی داره و زیری پل خاجو و اینا، مثلا اینجا این پس عاشقونه است. این هست رقا بر هج خونده تعریف میکنه میگه خره یاده دستون رو که جبون بودیم زیری پل خاجو و اینا چه کارایی میکردیم. نخیر خب اینم آقا جبون بود است، دل داشته عاشق شده بود است. عرض میکردم خلاصه اینجا البته مثل پل خاجوی خودمون نیست، ولی خلاصه دیگه شما قبول بفرمایید و سختگیری نکنید. این هم البته پل فلزی داشته باشه. من صبح ولی پل فلزی میدوغم میرم تو ولی پل فلزی دور برمیگردم. همین دیگه. خواستم بگم که غروبای خارج هم شکلی است. حالی داری دوباره شما رو به زیبایی های خودتون میسپارم و زیبایی های خارج به شما میسپارم. خوش باشید و از زندگیتون لذت ببرید تا دیداری دوباره و گزارش دیگر در زیر پل خاجو. خدا نگهدار. سی و بعدا. بابای.